تا شما را اجابت کنم. ادعونی استجیب لکم. هر وقتا که شما اگر الله را بخوانید استجاب میکند خداوند، یعنی دعای شما را قبول میکند. در قبول کردن دعا از جانب خدا دعای بنده ها هیچ شک و شبهه‌ای نیست. برای الله خودش گفت که من دعای شما را قبول میکنم، اون دروغ نمیگه هرگز. الله وعده خودش را وفا میکند. این وعد الله حقا، وعده خدا حق است. میکند دعا قبول دعا میشود، لیکن برای قبول شدن دعا خیلی مرحله ها را گذاشتن در کار است. دعا وقتی از جانب بنده دست بلند می شود، خواهش می شود، همه ملائکه های دعا را گوش می کنند. همه ملائکه های آسمان این دعا را گوش می کنند، از جبرئیل امین سر کرده تا تمام ملائکه های دعا را گوش می کنند. پیامبر اسلام درود خداوند بر او باد می‌فرمایند حجامه شفای امتی من است. شما اگر از بیماری‌های فشار بلندی، استخوان دراز، رادیکولیت، پروستاتیت، گریژا، روماتیسم، بیماری‌های سیستم خونگرد، فشار خون، بیماری‌های دل، درد سینه، تنگی نفس، درد سر و درد چشم و یا اینکه خیرگی چشم و اینچنین از وزن زیاد یا اینکه کم وزنی رنج می‌برید، حتما در رقم‌های روی اکران بوده در تماس باشید. بختیار حجامه در خدمت شما است. سراغای ما شهر مسکو، ورخناپولیا، دام 48 در نزدیکی بازار صدوات. حتما در رقم‌های ما در تماس بروید. تمام ملائکه دعا را گوش میکنند. دعا به مانند عرضه شکایتی است. اگر پیش یک رهبر بخواهی که عرضه بنویسی، این عرضه تا پیش رهبر رفتن از دست چند کاتب میگذرد. اول کاتب ها میبینند که این عرضه داخلش چی نوشته شدگی است. اگر لیاقت درگاه رئیس کلان داشته باشد که نسرین همون یعنی مفکوره همون رئیس اگر تغییر نکرد، این را آسان بوده دست همون رئیس کارخانه میرسانش. لیکن کاتب ها میبینند که بعد سخنهای نو و لعب و شکسته و ریخته نوشته شده است، آیسته چی؟ یک طرفش میکنه تا که وقتی رئیس ناخوش نکنه دیگر نمیرد. این بیچاره عرض دهنده امروز منتظر میشد، فردا منتظر میشد، پس فردا که حاجتش برآورده میشود نمیشود، چون عرضش نرفته است، به اونجا نرسیده است. دعا هم به منزله همین است. وقتی دعا میکنی خوش دعا کن، یکم در دعا اخلاص داشته باشه، یقینی ثابت و کامل داشته باشه که آنچه که ما میخواهیم الله چی قبول میکند. هر چی میخواهیم. دویم شرط دعا پاکی و پاکیزگی است، یعنی تقوا است. آدمای با تقوا استجاب دعوه هستند، یعنی دعاشون زود قبول میشود. سوم دعایی که قبول میشد دعای پدر و مادر است. دعای پدر و مادر زود چی قبول میشود، نشکسته و نریخته. و دعای استاد هم قبول میشود، زود قبول میشود، نشکسته و نریخته. و دعای مظلوم هم قبول میشود. اتق دعوت المظلوم. حضرت معاذ بن جبل را وقتی پیامبر صلی الله علیه وسلم امیر یمن کرد، یعنی رهبر یمن کرد و فرستانی، پیش از آن که دعا بگیره که یعنی معاذ بن جبل به کارش برود، رسول الله نصیحتش کرد. معاذ گفت وقتی شهر یمن میری، در یمن گفت مظلوم زیاد است، گفت مظلوم ها را احتیاط کن، دعاشون نگیر، دعای خوبشون نگیر، نه بدشون. این دعوت المظلوم، خودت را از دعای مظلوم نگه دار، زیرا بین خدا و مظلوم حجاب و پرده وجود ندارد. تیری مظلوم نشان رسد زود میرسد. اگر مظلوم کافرم باشد، اتق الله، از دعای مظلوم کافرم خود نگه دار. تو نمیدونی که بنده مظلوم کافر است و بیدین است، لیکن چقدر قدر منزله دارد در جای خودش نمیدونی. فقط ظاهرش میدونی که بیدین است، لیکن قدر منزله که همین
مرد نمیدونه ادعای خدا چی است. به این خاطر خاطر از تیر نشان رس مردم دیگر. الله چی گفت؟ وقال ربكم ادعوني استجیب لكم. پروردگارتان فرمود، امر کرد مرا بخوانید تا شما را اجابت کنم. هر وقت تو دست برداشتی در دعا کردن تکبر نکن، گردن کج داشته باش، گردن کج داشته باش. بعد الله چی؟ دست تو را نابود نمیکنه، چیزی میتید. وقال تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية انه لا يحب المعتدين. الله رب العزت و جلال میفرماید که پروردگار خود را در پنهان و در حالت گریه و زاری بخوانید. خداوند یاغیان و متمردین را دوست ندارد. چی میگه؟ الله در حالتی پنهانی شبها، در دل شبها بخیر الله کتی صحبت کنه. خدا را در چی؟ دلهای شبها، در پنهانی ها و در حالت گریه و زاری با الله وقت صحبت میکنی، گریه بکن. اگر یک کودک شیرمک باشد گشنه میماند، نمیتونه که اظهار گشنگی بکند در پیش مادرش، پس گریه شدید میکند. گریه شدید مادرش وادار میکنه که کودک شیر میخواهد، پس سینه‌ش میبرد در درون دهانی ما کودکش میماند و میمته شیر میشود و خم میشود. ما چی خیل عذر خود ما پیش الله بیان کنیم که الله بدونه که ما بسیار عذرمندیم. گریه پروردگارا آب چشم ما را ببین، بریزم قطره اشک که من هستم خریدارش. الله میگه گریه بکن. آب چشم نعمت الله های. اگر این آب چشم پاک شود چشم کور می شود. الله میگه این نعمت ماست، ما در تو به پول دادیم. اگر تو این را بریزانی به خاطر خدا و ترس خدا، دوباره ما این را پول کلان میتیم میخرم. میگه همینه ای تو با ما میخرم. بریزان قطره اشک که من هستم خریدارش، بیاور ذره اخلاص که دریا کردنش با من. یک قطره آب اشک، آب چشم روز قیامت دریای عظیم می شود که گناه تو را میشوید. یعنی خداوند انسان را با آب چشم خود انسان به شما پاکیزه میکند. خدا را بخوانید در چی؟ در حالت شبها، در پنهانی ها یا در حالت گریه و زاری بخوانید. خداوند یاغیان به سرکشی ها را گرد، یاغی و باغی و متمردین را دوست نمی‌دارد. متمرد گفته تکبر، سرکشی ها را دوست نمی‌دارد. هر کی تکبر میکند از رحمت خدا محرومه. تکبر شیطان و بلای عظیم گرفتار کرد که فخرج منها فانک رجیم شد، از درگاه خدا رانده شد. سوره سیوم وقال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي دعان. این سوره آیت در سوره بقره است. سوره بقره آیه 174. ببین چی میگه الله. هرگاه بندگان من این سوال خدا با پیامبر میکرد و اذا سألك عبادی، حبیب من محمد صلی الله علیه وسلم، هرگاه بندگان من از تو درباره من بپرسند بگو من با بندگانم نزدیکم. الله گفت که حبیب من محمد روز میشه مردم از تو سوال میکنند که خدا دوره یا نزدیک؟ در کجا ببینیم خدا را؟ تو بگو اینی قریب، من با بندگانم نزدیکم، چنان نزدیک هستم که حتی از رگ گردنهاشون هم نزدیک‌تر. اجیب دعوت الداعی اذا دعان. هر وقتا که اگر دعا میکنن مرا بخوانند من دعاشون چی؟ میپذیرم. دعا کنند، دعای دعا کننده را به هنگامی که مرا